سلام، به اپیزود شماره 1 پادکست انجمن علمی کامپیوتر خوش اومدین. از پادکست ما می‌خواستیم درباره سافت اسکیلز یا مهارت‌های نرم صحبت کنیم و سعی کردیم از کسی دعوت کنیم که در واقع در گذشته خیلی این مهارت‌های نرم داخل کارشون نمود داشته و شاید خیلی براشون موثر بوده. می‌خواستم اول کار بچه خودشون معرفی کنن تا به ادامه پادکست بپردازیم. مرسی. سلام به همگی. یاسمن هستم، ورودی 96 کامپیوتر دانشگاه هرمزگان فارغ التحصیل و در خدمتتون هستم. سلام، منم عرفانم، ورودی 99 دانشجو مهندسی کامپیوتر. اول کار من می‌خواستم ازتون بپرسم که در واقع تعریفتون از مهارت‌های نرم یا سافت اسکیلز چیه در معنای شاید لغوی یا معنای کلی که وجود داره. اول شما بگو. ببین، سافت اسکیل برای من مثل یک ابر پنبه‌ای میمونه، همونجوری که حالا ابر نرمه به هر فرمی در میاد. به نظرم این مهارت‌های نرم هم دقیقاً همین شکلیه و باید تو موقعیت‌های مختلف، سیچویشن‌های مختلف حالت و فرم اون موقعیت رو به خودش بگیره یا اون آدم‌هایی که اطرافت هستن رو بگیره. یه چیز نرم پنبه‌ایه که تو میتونی شکلش بدی، تو میتونی هر جوری خواستی انجام بدی. یعنی که اکتسابیه بیشتر تا انتسابی یا نه میتونه ترکیبی از جفتشون باشه؟ آره نه صرفا میشه گفت که مثلا میگم آدمی که مثلا درونگراست نمیتونه مثلا یک آدم باشه که مهارت‌های نرم داشته باشه. این اصلا حرف درستی نیست. نه صرفا بگیم که اونی که برونگراست پس درش خیلی مهارت‌های نرم و سافت اسکیلش خیلی خوبه تو همه بخشاش. نمیشه اینجوری گفت، بستگی داره و اون ابره رو تو هر پارتی تو هر موقعیتی باید یه جوری شکلش بدیم. حالا نمیدونم نظر عرفان چیه؟ عرفان نظرت؟ من که اصلا نمیتونم به خوبی یاسمن تعریفش کنم در درسته که ابر و اینا. به نظر من این که هر اون فردی که حالا این مهارت یا این ویژگی رو که داره، اینجوری که توی اون موقعیتی قرار میگیره چجوری فکر میکنه، این که الان من باید توی این قرار گرفتم، توی این تیمی که رهبریش با منه، من باید چیکار کنم که تمام تیمم حالا به من توجه کنن. سیستم دیواید اند کانکری که داخل ساختمان دقیقاً آره. اینجوری که حالا اوکی مثلا من این تیممو دارم، این ویژگی‌ها رو داره، این ویژگی‌ها رو داره، حالا حواسم باشه چه کارایی بدم، چجوری صحبت کنم که قانع بشه که این کارو انجام بده. به نظر من اینه. و این که گفتی اکتسابی یا انتسابی، به نظر من ترکیبی از جفتشون، یعنی نمیشه که شما همش خودت بخوای به دنبالش. من دیدم اصلا افرادی که واقعا میخوان و تلاش هم میکنن که بخوان، ولی خب هنوز یکم اون خجالتی و کمرو بودن توشون هست که نمیتونن وارد اجتماع بشن، بتونن این مهارت گفتگو با دیگرانشون رو ارتقا بدن. یکیش مثلا خجالتی بودنشون، یعنی اینو اگر طرف بتونه درستش کنه میتونه به اون سطحی که میخواد برسه. کلمه درستش کنه رو خیلی قشنگ گفت. به نظرم میاد که این ویژگی ها، یعنی اینجوری بگم که ما زاده اون عادت هامون هستیم واقعا، و اگر که اون فردی که درونگراست و خیلی خجالتی و اینا هستش همونجوری بخواد به زندگیش ادامه بده، تو همین موقعیت ها خودش رو نگه داره که تو خونه کار کنه، دور کار باشه و اینا، نمیتونه اون مهارت‌های نرمش رو ارتقا بده یا اینکه نمیتونه حتی پیشرفتی داشته باشه به اون جاهایی که میخواد برسه. به نظر ما معمولا وقتی که مثلا میگیم یک نفر سافت اسکیل قوی داشته باشه یا مثلا یکی از شاخه‌های سافت اسکیلزش قوی باشه، ما فکر می‌کنیم که می‌خوایم بریم یک پوزیشن HR یا مثلا PR داخل یک سازمان مثلا عضو بشیم، در حالی که اینطوری نیست. مثلا یک فرانت اند دیولپر، یک بک اند دیولپر شاید برای اینکه بشه یک پروداکت منیجر یا بشه یک تیم لید مثلا یک بخشی یا بتونه CTO بشه داخل یک بخشی، مدیر فنی بشه، ممکنه که جدا از اون بحث اون هارد اسکیلی که داره، در واقع مهارت نرمی هم نیاز باشه که بتونه اون تیم رو منیج کنه و اون اهداف تیمش رو پیش ببره. خواستم یه تجربه از خودتون که براتون موثر بوده این سافت اسکیل و تونسته مثلا کارتون رو پیش ببره برای ما به اشتراک بذارید. نمیخوای عرفان تو این دفعه شروع کنی؟ من آخه سافت اسکیل اونقدر چیزی ندارم. آخرین بار انجمن‌های علمی، آخرین بار اون جشنی بود که حس می‌کنم روز مهندس برگزار کردیم، این که حالا اون هماهنگی‌هایی که بخوای انجام بدی، این که اون تیمی که حالا هستید و می‌خواید انجام بدید توی موقعیت‌های خب
طرف عصبانی میشه، ناراحت میشه، نمیتونه مثلا ارتباط بگیره با اون معاون یا اون مسئولی که اون بالاست. حالا بعد آرومش کنی، حواست بهش باشه که آقا تو اینجا که میخوای بری یا از کوره در نری، آروم باشی. عادیه که آقا مثلا به تو میگن نه نمیشه فلانه، ولی خب تا اگه صحبت کنی 100% میتونی به اون خواسته و چیزی که داری برسی. اینا درست میگی. من همیشه این که میگه یک تجربه ای رو تعریف کن، یه مثالی بزن، یه چیز خیلی جالبی رو یک بار یک کسی توی دانشگاه به من گفت و بعد واقعا درست بود این حرفش. گفت که تو یه شخصیتی داری که وقتی وارد یه سازمانی میشی، وقتی وارد یه تیمی میشی، اولش کسی تو رو نمیشناسه، ولی وقتی میخوای از اون در بیای بیرون همه میشناسنت، برات بلند میشن، دست میزن. و این موضوع رو من چندین بار توی پارت‌های مختلف زندگیم، توی دانشگاه، توی حالا کارم اینا دیدم که دقیقاً روزی که داشتم میمدم بیرون مثلا برام مراسم گرفتن که اوکی مثلا با هم خدافزی کنن و اینها. ببین دقیقاً همین سافت اسکیله که فرق نمیکنه تو چه پوزیشنی باشی. میخواد دبیر یه انجمن علمی باشی، میخواد یه دانشجو باشی که اصلا با انجمن کاری نداشته باشه، میخواد تو یه تیم خیلی کوچیکی کار کنی، حتی تو خانواده میخواد باشی، توی مهمونی میری. این مهارت‌های نرم که حالا شاخه‌های متفاوتی هم به هر حال داره، یعنی یکی نیست که مثلا بگی قشنگ صحبت کنی، اینا صرفا فقط این نیست. همین میتونه واقعا خیلی به روحیاتت کمک بکنه، به خودت کمک بکنه. تجربه که من دارم خیلی تجربه مثبتی بوده و البته درس عبرت های بزرگی هم برای من داشته. اینی که میگی که باید مثلا بچه ها باید منیج کردی که مثلا این مدیر بهش نگفته و اینا، من میتونم بهت بگم که حالا ازش گذشتیم، ولی این برنامه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم با حضور شما هم بودش 17 اسفندی که داشتیم، اولین برنامه‌ای بود که من به جرئت میتونم بگم ما چالنجی با تیم نداشتیم و چقدر بچه‌های تیم همه یک دست، یک فکر و یک هدف بودن. اگه چالنجی بوده مال بقیه‌ای بوده که مثلا با ما هم فکر و هم سو نبودن و این واقعا خیلی پیشرفت بزرگی حداقل تو کار برگزار کردن رویدادها و اینا برای من محسوب میشه. خیلی مهم هم هست که اون تیمی که تو داری هم فکرت باشن، بدونن که آقا تو این ویژگی اخلاقت اینجوریه، تو اینجوری فکر میکنی، حالا با همون با تو بیان جلو و اون حالا اون کارو ببرن بالا برن. پذیرش تفاوت‌ها یکی از مهارت‌های نرمه که یعنی انعطاف پذیر بودن واقعا نسبت بهش. این که من بدونم بابا یکی خیلی شای هست، یکی نه خیلی حرف میزنه، یکی خیلی معذرت میخوام خیلی پرحرفی بده. همون یه تیپ تست شخصیت هست. آره دیگه پرسونای هر شخصیه دیگه. دقیقاً فکر کنم تقسیم میشن داخل کسب و کار کنم. دقیقاً همون حرف داره. آره دقیقاً همون چیزه و این خیلی مهمه که بتونی منیج کنی با هر کدومش چجوری برخورد کنی. من به نظرم یه آنتراک بدیم و دوباره برگردیم. خب در این قسمت من میخوام یک سری KPI در واقع از مهارت‌های نرم به بچه‌ها بگم و بگم به خودشون از 1 تا 5 داخل این مهارت‌های نرم به خودشون چند میدن. آره. من به نظرتون توی مسئولیت پذیری به خودتون از 1 تا 5 چند میدین؟ 5 شاید هم 10. من میام خانم رضا خیلی مسئولیت پذیر، چند تا پروژه با هم کار کردیم واقعا. حاضرم حتی از مثلا حتی از غذا خوردن از همه چی بگذرم، ولی چون تعهد دادم به اون کاره حتما انجامش. گاهی اوقات بده ها، گاهی اوقات ضربه دیدم و وقت زمانی هم ضربه میبینی که اون عرقی که ریخته، اون تلاشی که کردی بدون ثمر طرف قدرشو نمیدونه. ولی اگه طرف یه تشکر هم ازت بکنه خستگی واقعا در میره. عرفان تو خود چند؟ من 4 میدم. 4 هنوز اون ساعت خانرضایی نداشتم. واقعا ساعت وقتی 5 میاد دیگه بعد هنوز زیر 5 بده. تو اینکه شنونده خوبی باشین به خودتون چند میدین؟ 1 تا 5. این سخته. آره میدونی چرا؟ چون بعضی مواقع بعضی دیگه یه خورده زیاده حرف میزنن و من اینجوری هم که به من دارم مثلا به کارم فکر میکنم، داره حرف میزنم من میگم بکنم دیگه نمیفهمم. آره بعضی تایمی
فکر میکنم 4 یا 3 فکر میکنم بهتر باشه. من 3 میدی؟ 3 توی اینکه خلاقیت و ایده پردازی داشته باشین به خودتون 1 تا 5 چند میدین؟ تو چه کیسی؟ آره تو مثلا کسب و کار، تو مثلا حوزه که کاری خودتون. من بگم آره. توضیحاته. ببین خلاقیت به نظر من اینجوریه، یعنی با توجه به اون چیزایی که تو میخوای، که به نظر من یکی از چیزایی که مهمه پوله، یعنی هر چقدر به نظر اون بودجه بره بالاتر 100% خلاقیت میره بالاتر. بستگی داره که چقدر بازتره که بتونی خلاقیتی داشته تو محدودیت هم قرار نمیگیری، یعنی بستگی داره چقدر امکانات داشته باشی. 100% امکانات، بودجه، همه اینا واقعا دخیل تو خلاقیته. حرف درست بود، پس نمره نمیدیم این که نمره نمیدیم. پس چقدر تفکر کارآفرینی داریم؟ 1 تا 5 میخواتون چقدر نمره میدیم؟ من اگه بگم که خودت در جریانی روز اول که اومدی دانشگاه که من خیریه ثبت کردم، بعدش انجمن، بعدش هم که مؤسسه نهالداری امید، یکی از مهمترین اهدافش خانوم‌ها برای کارآفرینی خانوم‌ها بود. فکر کنم دیگه نه نمره ندارم. مشخصه دیگه. شما چند میدین؟ منم تایید میکنم. چون تو همش تایید میکنم. سمسمون نبودیم. سمسمون نبودم. آره. من 4 حواستم هست. کارآفرینی. من زیاد کارآفرینی نمیدونم. من بیشتر دوست دارم تو اون تیمه باشم. یعنی اینکه نمیخوام خودم حتما میخوام یه کاری خلق کنم. اینکه کنار اون فرد باشم که میخواد اون کاری ایجاد کنه برای من مسئول خلق. آره. حس خوبی بهت میده و خیلی آره دقیقاً. میگه عضوی از اون اکوسیستم هستم. تو همدلی چقدر به خودتون نمره میدین؟ اگه بخواید 1 تا 5 خودتون رو مثلا همدلین داخل همدلی مربوط به اینه که مثلا اگر که یه مشکل پیش میاد چقدر کمکش میکنم یا اینکه درکش کنم، مثلا چه جوری جفتشه، یه جورایی بینابین همدل باشیم باش. خیلی بستگی به پرسونای طرفم داره و اینکه ببینم که آیا اون محبت من رو درست جبران کرده یا نه. واقعا این یه چیز خیلی شخصی، ولی تو کار سعی میکنم که منطقی بودن رو تو اولویت بذارم تا احساسی بودن، چون آره تو کار، ولی تو زندگی نه قطعا احساسی بودن اولویت و چیزش بالاتر. شما موافقم. بعضی موقع اون همدلیه به نظر من به ضرر طرف مقابله، یعنی اگه بخوای مثلا تو این چیزی که داره میگه بخوای باش همراه بشی و باش جلو بری، هم به ضرر خودت هم به ضرر، یعنی به نظر من باز بیشتر به ضرر اونه، چون تو یه جایی ول میکنی میری ولی خب اون گیر میکنه مثل توی یه جورایی اثر منفی داره. بله. خب در آخر پادکست من میخوام از عزیزانی که در این قسمت حضور پیدا کردن بخوام که یک نصیحتی به کسایی که در واقع میخوان وارد کسب و کار بشن، وارد یک مثلا انجمنی بشن، وارد یک حیطه شغلی بشن، چه تو دانشگاه بخوان کار آکادمیک بکنن چه بخوان تو صنعت فعالیت کنن، در رابطه با سافت اسکیلز هایی که باید کسب کنن و نیازشون میشه داشته باشن و کسب کنن، یک نصیحتی بکنین. یک من اولا که خودم توی اون سطح و لول نمیدونم که بخوام کسی نصیحت کنم و چیزی بگم، اما اگه بخوام دوستانه بگم به کسی اینه که اولا که رو خودش کار کنه، یعنی تا یه جایی رو خودش باید کار کنه، بعد از اون باید ترساشو بذاره کنار و حالا وارد اون جمع یا اون جایی که میخواد بشه و حالا ارتباط بگیره با بقیه. حالا حتما نباید مثلا ببین بعضی موقع اینه که تو حالا مثلا انتقاد پذیر چقدر نقش داره تو اول کاری که وارد میشی. یعنی من هیچ اول مثلا مسیر شغلی من اول مسیر اکادمی که خیلی جدیه میخوام که چقدر انتقاد پذیر باشم مهمه داخل این هیته که وارد میشه. یکی انتقاد است که گفتی، یکی صبر است در کنار انتقاده. ببین وقتی که تو وارد یه جایی میشی کاملا مشهود برای همه که تو قرار اشتباه کنی، یعنی تو قرار یه جایی حتما اشتباه رو میکنی و یه چیز عادیه. بعد این صبر رو داشته باشی که اگر ازت انتقاد کردن، اگر بهت گفتن که آقا این کاری که تو انجام میدی اشتباه، بعد از این راهش بری، بعد خودت یکم همون ظرفیتش داشته باشی، انعطاف پذیر باشی. یعنی وقتی که ازت انتقاد میکنن سعی کنی انعطاف پذیر خودت افزایش بدی. نظر نصیحت شما چیه خانم؟ من یه چیزی که نصیحتم حالا نمیشه گفت اسمش نصیحته، ولی خب به هر حال بار منفی داره واقعا نصیحت برای هممون، به خصوص بچهای دهه 80 که شمایید. ببین نگران حرف بقیه نباشن.
خیلی مهمه، چون من واقعیت سر این موضوع خیلی ضربه خوردم. اینکه میدیدم یه بنده خدایی توی یک مثلا فلاتر 3 سال پیش، سال 99 بود اگر خاطرم باشه، من تازه اسمش به گوشم خورده بود، دارت و فلاتر و اینا. بعد خجالت میکشیدم برم از یکی از همکلاسیام بپرسم واقعیت که این چیه، چون میدیدم داره کار میکنه و تو مثلا لینکدینش هم گذاشته بود. 3-4 ماه درگیرش بودم، هی سرچ میزدم و اینا، ولی دید درستی واقعا نداشتم، چون همه تو اون سال 99 خب همه اون سورسایی که من داشتم زبان انگلیسی بود، سورسای خارج بود، نمیتونستم ببینم مثلا چه داخلی چه پروژه‌ای زدن چه کار کردن. نه یه روز گفتم بابا یا بهم میگه خنگی یا میگه نه دیگه بیا کار کنیم بیا یاد بدم. و چقدر تجربه مثبتی بود. همه ویدیوها رو در اختیار من گذاشت، حتی انیدسک زد، اون پارتایی که مجبور بودم نصب کنم اینا برام اوکی کرد تا ساعت 11 شب و اینا برام کمک کرد. خیلی تجربه خوب بود و به خودم گفتم که گور بابای حرف مردم که بخوان بگن تو خنگی، برو اصلا ارتباط بگیر، حتی شده یک حرفی یه جمله ازش یاد بگیری خیلی مهمه. اصلا اینکه آقا اصلا میگن که نه، اصلا بهت میگه نه، این خودش میشه یه تجربه برات. آره که آقا از این فرد دیگه نپرس، این فرد نپرس، یه فرد دیگه بپرس. آفرین دقیقاً. خیلی ممنونم که در واقع اپیزود 1 ما رو گوش دادین و دیدین. امیدوارم که اپیزودهای بعدی بتونیم خیلی بهتر و با کیفیت‌تر در واقع اجرا کنیم و زمانبندیش هم حتی برای پخش و در واقع اجراش تنظیم کنیم. در آخر می‌خواستم یک جمله به عنوان جمله آخر از عزیزانی که اینجا هستن بگن و برای خداحافظی کنیم باید. من چون این پادکست حالا تا حدودی میشه گفت که به هر حال مربوط به انجمن کامپیوتر، خیلی خیلی خوشحالم که بعد از فارغ التحصیلی اون جمع ما 96 ها که از 96 تا 1400 به هر حال فقط ما بودیم توی انجمن، خیلی خوشحالم که دهه 80 ها اومدن، دهه 80 های شما فعالترن و نگاهشون دیدشون نگاهشون و حتی خلاقیتشون خیلی متفاوت‌تر از ماست و توی اون چارچوب ما فکر نمی‌کنن. خیلی خوشحالم که ازم دعوت کردی بیام و امیدوارم انشالله عمری باقی بود حتما باز بیشتر بهتون کمک کنم. حتما. خیلی ممنون. سلامت بشی. عرفان شما. من راستش نمیدونم چی بگم، چون تقریبا تو پادکست قبلی هم بودم. خوشحالم که بازم هستم کنارتون و تونستم، حالا نمیدونم به کسی کمک کنم یا نه، ولی خب چیزی بخوام بگم اون جمله آخر این که مراقب خودتون باشید و اینکه نترسید و برید جلو. آخر یا میشه یا نمیشه. خیلی ممنون و تا پادکست بعدی خدا نگهدار. خب من دوباره زد کنم. یا بگم سلام، مثل کتابات بگم سلام. پادکست قبلی خیلی خندیدیم. خب خیلی خراب شد. شخصیت چجوریه؟ چرا کپی پیست کاپی نکنید؟ من میخوام بگم که به نظر خودم چیزی که فکر کردم نخندید این بود که همین پخش زنده برنامه که باز نوکرم ارادت عشقی به مولا.